کدوممون تو باغ نیست؟ سلام، خوش اومدید. سلام به عزیزانی که صفتهای خوب دارن. حالتون چطوره؟ مهمون داریم. بله سلام. بله، همونجوری که ما در یک لوکیشن جدید هستیم. کلا در این سمت میدان آقا پیام رو داریم، در اون سمت میدان آقا محمد علی رو داریم. بله. یادت نفرستم نه مدل شک داشت. آقا پیام کلی کار بلده، در حال حاضر نقش ادیتور رو زحمت کشیده و داره کمکمون میکنه. آقای محمد علی هم میزانسه میشینه، فشار میخوره. فشار. بله، موزیک اینترو اوترو ما رو که میشنوید کار آقای محمد علی هست. خب آقا پلن چیه؟ برنامه از این قراره که ما اون بازی رو میکنیم که 4 نفریم، یکیمون نمیدونه چیه، بقیه‌مون میدونیم چیه، کلمه میدیم و اون کسی که نمیدونه رو شناسایی کنه. 3 دور هم چیز میکنیم دیگه. آره صفتا رو. اوکی. آقا از کی شروع میشه؟ شروع شد. از کی شروع میشه؟ بریم. آقا از من شروع شد دیگه. آسمون، نور، ستاره، خورشید، دیدن، چارچوب، بگو شما. سیاره. ده سری سلام، من اینو میخواستم بگم. مشکل من نیست. فضا، کشف. از الان دیگه چیز کشویی، یه چیز کشویی. چیز کشویی. شما میگید یا رأی گیری کنید؟ برای من به فرق نظرم ما هم بریم بعد یهو بریم تو راند. یعنی رنگگیری. رنگگیری. به نظر من رنگگیری نکن. شما بفرما آقا، صفت تو بگو. کهکشان. صفت این همش یه چیزی کهکشان میگه. یکیه. نه خیلی فرق میکنه. چه فرقی داره؟ آقا کهکشان یه چیز دیگه. یه چیزیه که تو فضاه. عجب. بعد یکی از اون دوتاست. شاید هم شما باشی آقا. حالا شما بفرما آقا محمد علی، صفت آخر شما بفرما که بریم سر رأی گیری. صفت آخره؟ آره دیگه، سران بود کاش که هم دیگه. رسید من یه دفاع خوب از خودم میکردم، همه رو من دیدم. خیلی خوب. مثلا به نظر من یه دور دیگه بگید چون رومنی دارن اشتباه دارید. نه آقا، 3 رانده. 3 رانده خب دیگه. اشتباه رومنی اگه رومن که نه حالا بزن ولی- ادامه رو بریم. ولی برو الان مثلا بگم کهکشان راه شیری، شما میخوای کپی رایت بزنید لابد. آره. زهر ما آقا، من عجب آدمیه. محمد علی برو توی. منظومه شمسی. کپی رایت رو خب آقا رأی گیری. ببین من رأیم رو همایونه. ای بابا نکن. چیز کشویی. حقیقتا منم باید دقیقاً. تبعیدم. این هم اول قبل از چیز محمد علی. کشویی هم من نظرم رو همایون بود. دومی هم یه چیز خیلی زایه گفتی که من اینجوری نگات کردم این من بهتون خوب گفتم که بکشیدم من بیرون ولی خودتون نکردید. الان من کلمه من رو واقعا رو همایونم. درست حسابی بگم همتون من میگه اصلا قبل سفید کشویی چی هم خوبه. حسم همین بود. آقا کی موافقه که همایون این پاستره؟ یا صبر کن اول خودت شروع کنی. برو. چی بگم؟ رأی ندارم رو احسان من. شما داری پیام؟ رأی واسه انسان؟ نه. احسان. من ندارم. احسان آقا اشتباه نکن. من همچنان رو محمد علیه. همایونم. من بابا، قبل از نگیر چیز رو من. کشویی هم من گفتم دارم همایون. چیز کشویی من همایونه. من تو این بازی به پدرم هم اعتماد ندارم. دقت کن. چیز کشویی. چه ربطی داره؟ همونو بگو. چیز کشویی. صفت چیز این کشویی. کشویی نیست داداش. این صفت تلسکوپیه. ای خدا. آقا پیام چرا من اسکیپ دادی؟ تو رو دیگه صد رأی گیری کردیم که 3 یه نفری نفر گفتی. هدشاتت کردم قربونت. پیام هم که نیست. محمد علی من موافقم. محمد علی هم که براتون مهم نیستی. آقا بگم کلمه 1 2 3 رصدخانه. خب چرا نداشتید من بگم؟ احمقید. من بودی؟ میدونستم کلمه رو.
اون بود دیگه زاید. خدا لعنتت کنه چیز کشویی چیه؟ بابا این کشویی باب میشه اون میاد بیرون از صفت رصدخانه چیز کشوییه؟ چارچوب همون مکان داخل. من گفتم اون محتوا رو همه پیدا چیز کنم. بابا همه چیز بابا زاید میتونه بابا. مکان باشه. تو داری یه چیزی میگی که ایمپاستر اونو میگه. نه باید میکشیدم یکی رو بیرون که از نظر خودم کشیدم خودت بیرون. ساز شدی. خب گوش نداد به حرفای من. خب بریم آقا. دور بعدی، دور اول که خدا لعنتتون کنه همتون. واقعا باختیم دیگه. محمد علی یه امتیاز گرفت. بله. خب آقا جان از شما شروع میشه. باره. خیلی بزرگ. گیر. توسعه یافته. قطنما. خب سرد. ستاره. غالبا سفید پوست. هر کیه بد داره کره میگیره. هر کیه بد داره کره میگیره. قرآن سختایی. داری نگاه میکنی بعد نگاه میکنی. عرقت رو نگاه کن. تو گفتن داره کره گیری میکنی یه قطره اینطوری آویزون شد. آقا راند آخر صفت ها بفرمایید. کادیلاک. پیشرفته. توسعه یافته من گفتم. بفرمایید. نصف بی خورشید. به نظرم یه راند دیگه بریم بعد داره کره نه میگیره. نه نه راند سوم هرچی شد تموم. بسکتبال. خب آقا هر کی روی محمد علی آها سازه. از اون ور. من رو محمد علی نیستم. نه منم نه. به پیام نه. بیشتری. واقعا من رو پیام بد هستم. ببین عرقه رو که ریخت من پشمام ریخت. عرقه رو بد شوره کردی یهو. ببین به نظرم این کارو نکنی. حالا از خودت. آقا من رو پیام. یه لحظه یه نفری ها. تو چیا رو گفتی؟ یادمون نیست. آقا ویدیو رو پاس کن از اول دوباره بهش نه بگیر صبر نگاه کن. من سرد و واقعا گفتم. نمیخوای یکم بیشتر دفاع کنی از خودت؟ فقط ببین آخه من یه چیزایی گفتم که واضحه. یعنی یه جوری برخورد میکنه من فکر کنم همتون این باسترین که نمیدونی. خودش. رای برای پیام آقا. نه به نظر من دارین اشتباه میکنی. آقا رفتم رو همایون حقیقتا دوباره. من خودم هم من رو منم همینطور. الان کیه؟ من رو شما. ببین گردو که الان گفت پیام گرد رد هیچ شد. گونه ربط نداره. من خیلی سعی کردم نه ببین یه جوری الان میتونه پیام ربط رد داشته شد. باشه ولی خب رای پیام رد شد الان. آره. خب بگید. ولی خب غالبا بی خورشیدم. اونم خیلی مشکوکه. من خیلی فکر کردم بازم نه. چرا جغرافیایی یه شکل زرد محدودی. این فکتای زرد جغرافیایی هست. خب فرتای زرد آره ولی به نظر من خیلی محدوده بخوام به اون فکر کنم. ولی گرد هیچ جوری ربط نداره. من اصلا چرا نمیتونم دیگه؟ گرد رو ربط خب بدم. اگه اینجوری میشه. باشه خب مثلا قطنمای منم ربطی نداره. یه جوری ربط داره. خب نه چرا؟ چیز به دیگه یه گفتی که کلمش- ربط رو مشخص کنی. آقا کی رو همایونه؟ من رو آه. همایونه. منم رو همایونم. منم هستم. تو هم از تو به پیام رای ندادی. نه پشیمون شدم. نه احساس کردم این بچه چرا انقدر سالمه. نه چرا ما زیاد اینقدر هم بد تلپاتی هست؟ میزنیم. آقا کیا رو منم؟ نیستمت. یکم مشکوک هستی یا ولی نه نیست. صبر کن نه اتفاقا تو غیر از توسعه یافته دیگه چی گفتی؟ بسکتبال رو گفتم با غالبا سفید. بچه‌ها من این نظری دارم. خودم هستم. چرا گفت اول از اون ور شروع شد؟ چون گوشی از اون ور اومد دیگه بعد دوباره رانده بعد همین میره دیگه. نه به نظر من یک ترسی داشت که شروع نکردی کلمه اول. آخه شما اصلا صفتایی که من گفتم هم ببین. ببین همایون چیز جالبی گفت. آفرین ببین به خاطر این حرفت خب رأیمو 100% به تو میدم که فقط میخوای بریزی رو یکی. خب آقا تمام بریم وقت نگیریم. 1 2 3 کلمه رو با هم میگیم. آقا رو کی بودید؟ دستش من رو تو همه رو توییم. ستایی به منی تمام. بله 1 2 3 آمریکای شمالی. آمریکای شمالی. قشنگ بود. بریم. خیلی دوست دارم قیافه چی بود پیام. من دقت کردم چه اتفاق خاصی نیفتاد. جدی؟
شروع. هنر. زمینی. خود کثافتشه. کی؟ چی گفتی؟ دوربین. آقا هر کی هست اول اسم داره کره میگیره دمش گرم آجی. خیلی کارش نمیخوام درسته. تکراری پیش برم ولی باز من تا همینجا من استمات رو همایونه. خوبه رسه تو حالا بذار ببینیم چی میشه. بیشتر تکون نخورین و نمیتونم کار کنم. آقا بگو صفتتو شما. داری هی کش میدی. پرده. پولساز. کات. مارول. شما الان بگم دیسی میخوای کپی رایت بزنی نه نمیزنی؟ دیسی بگی من رو تو ساس میشم. جدی دیسی. سومیه. بیشتر تو آمریکا انجام میشه. اتفاقا الان نمیدونم تو این پاستری یا نه ولی این پاستر نیستی اشتباه اون چیزی که گفتی. نه دیگه الان نه بذار الان بعدا بشه بعد مناظره میکنه. آره. پخش. پلان. بلیت. خب آقا شما رای ساسی گیری. هنوز رو من ها؟ بله. آفرین باری کرده. خب من کدوماتون تخ کنید. من رای برای احسان. اجازه بدید شما چیا رو گفتی؟ ببین اول چی گفتی؟ اول چی گفتم اول؟ بابا این یادمون نمیاد. من یکم فکر کنید دیگه. گفت دومین پولساز بود، سومی غالبا در آمریکا بود، اولین هنر بود. زمینی کات پخش. کسی رو من سواسه بفرما یال. بگو پیام تمام شد. من چیا رو گفتم؟ من واقعا یادم نمیاد چیا تو رو گفتم. یکیش رو دوربین که گفتی. دوربین رو گفتی، پلان رو گفتم. پلان رو گفتی، مارول رو گفت. تو هم که یه دیسی یادمه. پرده رو گفتم و بلیت. آقا من یه جون جنگیدن ندارم. رأی نهایی همایون. همایون. تو رأیت چیه؟ 2 نفر رو منم. هر تو کی چی؟ تو فکر رأیت کنه. چیه؟ ببین اولش رو تو بودم ولی پیام همایون. خدا لعنت کنه من. 3 به تک. سیب زمینی کلمه بود بچه‌ها. 1 2 3 کلمه رو میگیم. سینما. بابا زمینی هنر رو زمین میگیرن. آقا این این بود. پاسر بودی. آقا گوشی ها همیشه یه جلب چرخونید. چرا؟ چون آقا چرخوندید دوباره جاسوس. الان به نظرم همایون شروع کنه. خب الان من اگه جاسوس بیفتم چی دوباره؟ همون دوباره احتمال زیاد بیا. بیفته. بیا من شروع کنم. گرمه بچه‌ها. آره. چجوری فهمیدی من از اینجا میتونم نگاه کنم؟ دیگه اصلا همایون از اون مکسی که سرمون یه کلمه کرد موقع دیدن گوشی مشخص بود این پاستره. ترسناک. لباس‌های متفاوت. سایکو. دوباره همون. من گفتم دست پیش این دفعه 2 ساعت مکس خودتو میکنم ساس نکن برادر. همونی که خودتو هست. ساس نکن. همونی که هست. کلمه اصلی حالا نگی و بگی من ساس نیستم. آقا یه صفت تخ کن. صفت تخ کنم بیماری. دست بسته. فیلم ها زیاده. خوراک قاتلای زنجیره‌ای. یه تو همین جمله فیلم ول داد یه آره خب من جمله یهو یادم افتاد. آره لعنت بهت. چی بگم خون. خون؟ آره. برو. مراقبت. جالب. راهروهای شاید مخوف. ولی به نظرم همایونه. چی گفتی؟ دیوانه از قفس پرید یه فیلمیه. اوتلست. اوتلست چیه من نمیدونم. بازیه، یه بازیه. من مطلست و بازی اگم داستانش من بازی کردم. ربط داره. یه کمی. خب آقا رای گیری وای، کی رو سخته. منه؟ من تو چیا رو تموم گفتی؟ شد. ترسناک رو گفتی. خب دست بسته رو گفتی. سومی چی بود؟ مراقبت. مراقبت. ببین میخوره ها ولی خب. خیلی هم نمیخوره. ببین سومی رو سر چیز گفتم لغوی گفتم. آقا اگه رو من این پاستل نیست من کلمه همو زحمت نکشم فکر کنم بگیم.
آقا تموم نه شد. دفاع کن دیگه. دفاعی ندارم. آقا کسی ضایع رو بود دیگه همایون الان کلمات. شک داره؟ من رو همایون شک خاصی ندارم. منم ندارم. نه نه چیزایی که گفتم باز بود ولی ربط داشتن. آره. خب پیام هم خوب گفت. من آره. نظر محمد علیه. منم نظر رو محمد علیه واقعا. یعنی پیام تو اولی چی بود؟ کلمه ای یه نبودش سوال. که خیلی بی ربط باشه به نظرت. ولی چی بود؟ اولی پیام چی بود؟ اولیه پیام سایکو بود. سایکو پیام با آره. دیوانه از قفس پرید خودش من ثابت کرد. اصلا فیلم رو دیده باشه میدونی دیگه درست. رفرنس های داره که من اصلا هیچ ندیدم. اطلاعی ازشون ندارم. خب ببین آتلانته که گفت یکم ربط داره ولی خیلی هم ربط نداره. یکم آخه ربط رو محمد علی کیا رو محمد علی؟ خونم ربطش کمه. من رو محمد علیه. قبول کن، خون ربطش کمه. دوباره رو محمد علی. منم رو محمد علیه. یعنی خون ربطی نداره؟ نه من نه. الان یه کلمه میتونه میگم داشته کارو باشه. تموم میکنم. خیلی ضعیف. ببین در اون حد الان خون تو به همین استادیوم هم میتونی ربط بدی. ممکن من الان دستم خون بیاد مثلا این خون ربط داره. آقا. نمیشه که. ولی کلمه رو میگیم. ترسناک اینم اول شروع کرد یه ذره خیلی 3 2 1 تیمارستان. یه لحظه کی این پاستر بود؟ لحظه چرا گفتم پس؟ پیام بود. نه با من واقعا تو نمی‌دونم. بودی. من نبودم. محمد علی بود دیگه. پس چجور الان تیمارستان رو گفتن چرا محمد اطلسه علی. گفتم؟ آقا بیا بازیمون نده بیا تموم پایین. شد. یعنی خیلی جالبه تیمارستان رو که گفتم همزمان با خودت نه، گفتم تیمارستان آتلسا که گفتم کلمه تیمارستان نبود. پس چرا شما گفتی؟ بیمارستان بود. بیمارستان بود؟ آره بیمارستان. بیمارستان بود آره تیمارستان بود. وای چکرت تیمارستان بود. تیمارستان. خب شروع کنیم من الان روی همایون ساز بده من آقا بده. از این ور از این ور. آها از این داشت باشه آماده میکرد من کلمه رو بده. من شریف بازی میکنم. من الان رو تو سازم. بابا هنوز کلمه این دفعه دیگه احسان قیافه رو نگاه قشنگ معلومه که نفهمیده چی شد حس می‌کنم این دفعه لازم احسان دوم به تله بده. آره دوم که هیچی نه ما از ماش نیستیم. خوشبو. معلق. بونسای. بونسای چیه؟ از این گیاهایی یه که گیاه یه درخت مثل درخت هست کوچیکه ولی درخچه. آها اسم یه اسم آره، آره. گیاهه. اوکی شیشه های زیاد. عینک. خاک. خاک. ریشه مرطوب. گرمسیر. بسته دیگه به نظرم اعتراف کن ببین عینکت خیلی چرت بود کلمه رو بگم. بگو کلمه رو بگم. نه. نگو. نه خب بذار یه سال بذار یه جماع کنیم مثلا جماع. جماع نه اجماع. چی بگیم؟ واقعا پیام نیست کود. آخرش با ان مثال زدم خب آقا من هم توی فقط دیگه، نگاه بله. میکنم خب بعدن که رنگی چیه؟ رنگی تمام شد. تمام شد یا آقا کی رو اساسه؟ من نیستم. چیا رو گفته بود؟ خوشبو. کی رو من ساز. مرطوب پر از شیشه. شیشه رو که نه شیشه رب داره میتونه رب نداشته باشه ولی رب داره. من رو همایون که جفت هستم رو تازه من دستا رو بیارید بالا. عینک و معلق بیارید و دیگه. من رو همایون هستم واقعا. بیارید من بالا. معلق میدونم چی تصور کرده که معلق اومده بیارید تو بالا. ذهنش. من رو تو ساس نیستم. بابا بیا. دیگه چی چیکار بود؟ کنم؟ به جز معلق چی رای بودی؟ بده. و من به تو نمیخوام رای بدم. معلق و عینک و دیگه چی بودی؟ معلق و عینک آخرین یادم نیست. خدا. ولی من سر معلق میدونم تصویر ذهنیش چی بوده که معلق رو گفته و میتونه ممکنه غیر بدونم. مستقیم ربط داشته آره. باشه ولی مشکوکه دیگه. من سر همایون اصلا ساس نیستم. خب صفت اولش بود و خوب بود. سر پیام کسی هست؟ واقعا چیزایی که گفت دیگه الانش کلمه رو میگفت یعنی آره من خیلی نزدیک گفتم. اولی چی بود؟ بونسال. لعنت به یک کلمه گفته خودتون یادت نیست آقا من سر پیام هستم. سر بونسای. سر چیش بونسای چجوری؟ ببین
ببین داداش از من دلیل نخواه، من رو تو ساسم بگو دلیلشو بگو. خب دلیل خودم دلیل شخصی. آقا من خیلی شک دارم، فقط میخوام یکی بریزه. داداش علنا خود کلمه رو داشت میگفت. چرا؟ خب بگو چرا رو شک کردی؟ شما من از اول شد من رای دادم. احتمال داره خب که کلمه رو گرفته باشه از خوشبو، چون اسم یک گلو گفت. شاید اتکلون باشه. چه ربطی داره؟ شاید اتکلون باشه. راست میگه. چیز وقتی تو چه میگه کلمه خوشبو می‌گی از من؟ اول از همه یه گلی گیاهی چیزی میاد تو ذهنت دیگه. نه من اتکلون میاد تو من ذهنم. عطر شغلش میاد. هم که میاد. درست میگی، من واقعا کارم عطر بوده، واقعا عطر میاد تو ذهنم. من همچنان رایم رو پیام آقا. من این توجیهی که تو ذهنم برای من کافی توجیه پذیر هست. والا شما رأیت کیه؟ من رایم والا بی ربط ترین کلماتی که یکی ول دادیم وسط همایونه. من اصلا قبل از اینکه کلمه رو بفهمم رو همایون ساس بودم، هنوزم ساسم. تو خجالت نمیکشی جاسوس نمیشی؟ چند بار اسم همایون تو این ویدیو اومده بچه‌ها کامل کنید. خب آقا احسان میخواد جایزه بده به هر کی که درست بگه چند بار همایون گفته شده تو این ویدیو. آره ما میگیریم ازش، شما بگیم ما میگیریم. کلمه رو میگی 3 نه صبر سب کن بذاریم کی آقا. یکم شما دیگه دیگه. خب بذار بگه بذار خودش بگه. تو رو کی؟ من تو هم باشه عمراتت بگذره. باشه هستم همچنان آقا جان. تو میخوای کلمه رو بگی؟ نه نه همه با هم میگیم. همه با هم بگیم؟ همه با هم میگیم. تا الان مگه چجوری باش قبول. 3 2 1 گلخانه. چی گفتی؟ توپخانه گفتم. گلخانه گفتم. نه توپخانه بچه‌ها وقتی کلمه رو میگیم بازی تموم شده، رأیامون رو ببین دادیم. اون روشی که رو تو جواب داد رو من جواب کی این پاسره؟ کی این پاسه؟ من این پاسر. واقعا خوب گردن میگیره واقعا. شروع کنیم بریم حالا. برو من نگاه نمی‌کنم. من به شما دم نگاه میکنم. خوشگلایی تو خونه بچه‌ها نمازهای من بهم. جاسوسم. عجب خیلی خوب. عجب. خب من چون رو همایون ساس. بردا کی شروع با کنه؟ پیام شروع میخواید می‌کنم. من شروع کنم اصلا که ساسون رو من بره؟ نه بابا دیگه هنوز بازی شروع نشده دیگه، چه ساسی؟ برو. من چنان رو همایون ساس. احسان تو شروع کن. خب برو. آقا منم شروع میکنم دیگه. شلوغ. هزینه بر. شکواییه. چیه؟ شکواییه نشیدی؟ شکوایه چیه؟ از شیک میاد شیک تو میاد. نه از شکایت میاد. بونسا چه میدونن شکایه شکواییه. شکوایه اوکی. بگو بگو آقا. وقت نخره. قاضی سال گودمن. زهرمار همایون زهرمار. همایونه دیگه. نه بابا بگو. واسه یکم فکر کنم باز نگید هماینه. بیشتر فکر. تو چی گفتی اصلا؟ سال سال گودمن. سای گودمن؟ سال گودمن. سال یکی گودمن؟ ندیدی نه؟ آها خب اونو میگی؟ آره. اوکی بتکال سول. آره. مالکیت. قانون اساسی. دستمال درک کرد. دوباره از اون گردن نگیراش شروع کرد. آقا نه کلمه میدونم میخوای بگم؟ نگو آقا. بگم نه اینو شرم نکن. خوش استر میکنم. تفکن. من اگه نه بدونی. منشی داره. خوب کاری میکنم. کلمه ایه که میتونه شما رو به کاغذ هم برسونه معنی کلمش. چه صفتی؟ الان نوبت کیه؟ پیام. منم. پیامه بفرما. خب چی بگیم؟ دادیار. برو من. این پا رو یه ذره- دادستان. یه بار دیگه بگو. یه بار دیگه بگو. دادستان. تمام شد. تموم شد آقا. رای رو احسان. آی رای رو من. من اینو خیلی اولین بار من من نفر میتونی رای بدی. خندیدی. به یه نفر میتونی رای بدی. رای پیام. یعنی چی؟ همین، همین. رای چون یه نفر تو بازی چیز میشه چجوری 2 نفر رای داریم؟ رای رو پیام. من ندارم. رای رو محمد علی. پیام رای من نمیخوای رو بدی؟ محمد علی رای دارم. کلمه رو بگیم. 3 کلمه بخش اول کلمه رو بگیم. ببینیم دومی میتونه بگه. بگو. حاضرید 1 2 3 دفتر. دومی چیه؟ دفتر وکیل.
دفتر وکیل لوازم یک تحریر شخصه دفتر آقا، وکیل دفتر داره دیگه دفتر وکالت بود. دفتر وکالت دیگه آقا چقدر گردن رو خوبی بگیر گردن رو بگیر تموم شد. پوپوپو این ویدیو رو 3 هفته باید پست کنیم تایم ارسالش طول میگه نگاه نکنه روش رو بریم بریم من شروع کنم ابزار دم دستی بگو اره میخ خب اینا ابزارن کپی رایتو که نه از صاحبش من صاحبشم الان میدونم جدی دیر زدی هوای تقریبا غیر قابل تنفس خیلی وقته که تو تاریخ بشریت هست. بگو میخوای تو بگی صبح رو آرومی خب. متریال متریال اون نفرش آره جدی آره آه. که بفهمی که باشه 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 آقا باشه. بی ربط بگو قشنگ بی ربط بگو یه ذره ربط داشته باشه میگیره دیگه CNC این چیه خیلی بی ربط گفتم چی هست اصلا؟ مثل یه دستگاه مثل دیگه. MDF یعنی تو همون هیت هست. آها نوبت من الان محسن جواباشو گوش دادید؟ آره. تا حالا آره میگم یه آهنگ داره به اسم ولی اسم آهنگو نمیگم من تو فهمیدم فهمیدی چی کدوم میگه. آهنگو میگم؟ آره فایراس میگه در گوشم بگو ببینم نمیگم در گوشه. شکت رو من هست الان یا نه؟ یکم هست ولی خیلی نه نیست. آقا صفت من فن چی؟ فن چی؟ فن و حرفه فن نیست. خب بگو فن خب. و حرفه دیگه چرا من شکم این بره میز است منم همینطور مخصوصا دوستان که خوب در عرق میکنن ماشاءالله اینجا رو آبیاری کردن. اینو در جمع باشیم پرواز کنیم ما میزن سال چیدیم واسه همه علف کردیم خیسیم آها عرقو دیدم آره خب آقا شما بفرمایید. تو این اتاق ازش زیاده پیام صفت آخر رو شما عرض خیلی کن. مشکوک گفت. آقا الان نباید سرشون صحبت کنیم صفت ها رو میگیم بعد دفاع بفرما. میکنم شدید قیافت هم اینجوری نکن دفاع بر کن. رو تو اصلا آقای محسن چاوشی تو اگه آهنگو میشنیدی شنیدم آقا پیام شما باش. بفرما. بگو پیام از فر آقا بفرما گردو خب آقا چیز جالب. کی راست میگه دیگه راست میگه کی سره چجوری میتونن دو نفر این پاستر باشن کجا چجوری یه پاسه میتونه اینقدر انقلت بیاد این بگه گردو اونم تایید کنه. آها ببخشید عذر میخوام یه چیز دیگه اصلا آقا گردو بعضی وقتا گردو اونو ربط داره داره. نه ربط داره. نه نداره بگیم نداره آره نداره من احساس میکنم ربط داره یعنی تو ذهنم میگنجه که این به اون ربط داشته باشه. حالا کیا رو همایون ساسن؟ یه بار بگو چیا گفت. گفتم هوای غیر قابل تنفس خب ابزار و آهنگ محسن چاوشی که دومشو نگفتم که دومشو بگم ضایع میشه دیگه خب کی سر همایون ساسه؟ جرأت دارید محسن بگید چاوشیش چرته جرأت ابزارش اوکی جرأت دارید. اون یکی چیو هوای غیر قابل تنفس ولی تنفس میکنن حالا سخته. خب خب آقا من خب. حالا کی رومن ساسه؟ تو تو چیا چیا گفتی؟ من گفتم فن خیلی از خیلی سال هست خیلی ساله و دیگه اولین چی بود؟ آخری چی بود؟ نه اولین آخرین چی فن بود. از فن و حرفه بود و نه فن عرفه دومین بود. یادم نیست اولی من چی گفتم ولی میگم دروغ گفتم تو بابا خودتون پیام دو دست نه پیش وزنه چی این بره اصلا منم میگم اه. اون بره قضیه. باش آره دیگه آقا کی رو اساسه؟
من نیستم. رومان هم که نبودید. پیام. من فقط رو شما. من رو پیام. منم رو پیام. پیام شما گردو رو گفتی، بعد دیگه چی رو گفتی؟ منم CNC نه میخو گفتی و میخم CNC. گفتم. بابا میخم میکنه. آقا صبر کن، تو چرا دیفون نمی‌کنی؟ میخت درسته، می‌کنه. CNC هم درسته، گردو هم درست. گردوت هم درسته. آقا خب راست میگه دیگه. من شکم پس با این حرفای شما رو محمد علیه. رو پیام افتاد رو محمد علی جان بنده ساز هستم. رو محمد علی اساسا. خب خنجر اپوش. یه دفاع کنم. بفهم. یه دفاع کنم. حروف اولشو میخوای بگم؟ گردو یه نوعی از متریالیه که بدون اشاره به اون خود با صفات دیدی گفتم من چرا اینو تایید کردم؟ خب خب صبر کن. رفتی گردو رو فهمیدی. اوکی نه الان آره. من رو من. خب محمد علی. من رو محمد علی ام. من همچنان رو پیام. به چرا کدوم یکیش؟ ببین آخه آخریت باز هم احساس میکنم گردو؟ ممکن بود کره‌گیری باشه. گردو گردو. اگه نوعی از متریال کره‌گیری قابل بوده استفاده. خیلی خوب CNC. گرفتی. خب CNC هم رفت. احساس میکنم یه چیز رندوم بولشت پرت کردی چون اصلا هیچ نه از یه جهت دیگه رفتی تو قضیه نسبت به صفت اولت. ببین آره من قبول دارم اینو ولی ربط داره، قبول کن ربط داره. من بازم همچنان رو پیام. من ربطی داره ولی یه میخوای زاویه من دفاعمو بکنم. دو شغله. من رو پیام نیستم. من ربطی دو نفر یعنی چه ربطی داره؟ چه آقا. شغله گرفتی. نه صبر کن، چجوری میتونم کره بگیرم؟ خب اینو بگو. آقا دیدی بس ما چیا گفتیم؟ گفتی یک شغل. چجوری من انقدر جاسوس خب، زایری میشم صبر. شماها نه صبر کن، نه صبر کن. کلمه اول من چی بوده؟ گفتم اره. خب اگر قبلش این گفته بود اره ابزار. خیلی خب ابزار زایه میتونه است. خیلی چیزا باشه، خیلی چیزا میتونه باشه. چرا اره رو گفتم؟ خب اون متریال با اون بیشتر کار میشه. آها چرا چکش رو نگفتم؟ با تو چکش هم کار میشه باهاش. چکش هم آره کار میشه ولی خب با یه ابزار دست رو خر که باهاش کار می‌برنش. نمیشه. یه ابزار رو که باهاش کار نمیشه. باش کار نمیشه. آچار ولی بازم میشه، میتونه بشه. آره، ولی میتونه خیلی بشه. کم. من خیلی ابزار کمه. بودم که باش نمیشه. یه چیزی بی ربط بگو نسبت بهش. آچار شلاقی نه اون که رفت تو نه یه چیز بی ربط بهش بود. دوباره بی توضیح ربط؟ میدم. یعنی بی ربط مثلا بهش. اصلا ربطی به اون نداشته اصلا ربطی باشه؟ نداشته باشه اون کلمه. بگو. خب آقا نتیجه این شد همه رأیاتون ثابته الان. من رو محمد علی. تو رو محمد شما علی، باش. پیام رو محمد علی، محمد علی رو محمد علی. همایون، من رو محمد علی. من رو پیام. تیکم به محمد علی مشکوکم ولی آره رو محمد علی. سه سب کن دلت ببین ای چی بابا میگه. من دل دارم بکنید میگم از این شغله. ویدیو. 3 2 1 نجاری. ای پیام. من این پاسر بودم. دن سرویس. خدای چجوری رو این نبودی؟ بس که تو همش گیر میدی به من. دارم میگم یه شغل توجه نمی کنی. فن رو درست گفت. نجاری فن چه ربطی داره؟ نجاری یه آقا، فن دیگه. آقا، اوکی کلمه دیده نه بودی؟ یه لحظه صبر کن. نه. نه یه لحظه صبر کن. اولش گفت فن، چرا نگفت یه حرفه؟ چرا گفت فن؟ فن چه ربطی به حرفه داره؟ کنار هم یه قرار بگی میشه فن. چی میشه؟ آقا نجاری آقا، یه یه فن فن. است. به هر حال که من این پاسر بودم شما فن- هیچ کاری هم نه، نتونستید صبر کن بکنید. شما. تو چرا گردن نگرفتی گفتی چه ربطی داره وقتی گفتم یه شغله؟ میتونست بگه کم فن چرخشی اون وقت لومه من ولی خب وقتی نه، اصلا گفتم هیچ کدوم نگفت. من اعتراض کردم تو اومد گفتش نه فن حرفه، نه بعد اینو گفت نه اون نه. ولی از اون دومیه خیلی چیز ساده ای گفت از چیزی که از خیلی وقت هست. این از این باید میفهمیدی. آخه نجاری. من برباد یه چیز نه از اول بشریات خیلی هست چیزا دیگه. هست. خب میتونه خیلی چیزا به قول همایون پرنده نه ما خیلی شمن، چیزا فلان، کشاورزی و نجاری توی دوره با هم دیگه شروع شد. به هر حال ما راجع دوره من تا بار دوم نمیتونستم اینا دارن چی میگن و سعی میکردم نزدیک باشم بچه‌ها، به این فهمیدی؟ همراه خاکرده رو که گفتی. ای خدا بچه‌ها، ببین یه این لحظه. فهمید شما نگرفتید این کلمه من. میسوزید که شما زود لو میرید. آقا احسان مثل همیشه الفا میل و قوی اینجا نشسته. بمانت کلا یه بار تو زندگی جاسوس شده. منم اصلا با افتخار جاسوس نشدم کلا. منم هر باری که جاسوس شدم لو رفتم.
جاسوس نشدی هم دقیقاً. یه بارم جاسوس نبودم. حاجی خیلی عجیبی. من هی مینداختم محمد علی، همه با همراه بعد دارم میگم شغل اصلا توجه نمیکنه. من خیلی خوب. ببین من کلین شیت کردم، یعنی یه نفرم به من رنگ نداد. آقا فن چه ربطی داره؟ فن چه ربطی آقا. داره؟ من فن چرخشی تو منم همون من تو نه ذهنم. منم همون لحظه گفتم فن و حرفه چرخشیه. نه اولش هم نگفتی عزیزم، اعتراض کردم شما گفتی. دیدم چشات انقدر شده گفتم. چه شد برای انقدر من دو بار فهمیدم. اعتراض کردم تو اومدی گفتی. به هر حال بچه‌ها جان من یه چیزی برای ثابت کردم، شما باختید من قلبیم. آقای پیام نه ما هم حرفی نداریم. خدافظی. هیچ وقت حرفی نداره. بچه‌ها دوستتون داریم. شما هم میخواین خداحافظی کنید. یه بارم از ما تموم ما میشه. مهمتر خدافظی. دقیقاً ما مهمونیم آقا، ما مهمونیم درسته. ما فقط خدافظی میکنیم. دوستان احسان و همایون خداحافظی دارم میکنن از دور. لایک کنین، کامنت هم بذارین. دقیقاً و بگید مظلوم این بازی کیا بودن. محمد علی ما نبود. رو دعوت کردن اینجا، ما مظلومه. اینا طرز مهمون نوازیشون بوده. آره بچه‌ها لایک و ساب یادتون نره، خیلی بوس مراقب بهتون. خودتون باشید. کار ندارید. خدافظ. خداحافظ.